مطمئنم که 90% مردم وقتی شعله شمعکشون کمه نمیدونن باید چی کار کنن. بیا اینجا 3 تا روش بهت میگم که روش آخر تضمینیه. اول این حلقه رو میچرخونی تا 2 تا سوراخ روبروی هم قرار بگیره. بعد شیر گاز رو میبندی، شلنگ آب گرم کن و شلنگ گازش رو باز میکنی. این قسمت یه صافی قرار داده که هر چند وقت یه بار باید تمیز بشه. صافی و قشنگ تمیزش میکنی و بعد دوباره سر جاش میذاری و شلنگ گاز رو میبندی. 2 تا 4 هم پشتش بنداز که خیالت رو راحت کنه. فوت کوزه‌گری اینجاست. ترموکوپل رو دنبال میکنی. قسمت پشت ترموکوپ یک مهره‌ای هست که اون مهره به مرور زمان شل میشه و باعث میشه شعله شمعکت خاموش بشه. با یه آچار 8 یا انبردست این مهره رو صفر میکنی و بعد دوباره آب گرم کنت رو روشن میکنی. میبینی که آب گرم کنت مثل روز اول داره کار میکنه. تو پیجم کلی از این نکات فنی هست، حتما به کارت میاد، پس فالو کن.